من کوروشم. کوروش هخامنشی، بنیانگذار امپراتوری هخامنشی. حدود 2500 سال پیش تصمیم گرفتم بانکداری را در ایران راه اندازی کنم. می‌خواستم مردم بتوانند پولشان را در جای امن نگه دارند و تجارتشان آسان شود. حدود 546 سال پیش از میلاد، من پس از فتح لیدیه، سکه‌های طلا و نقره را معرفی کردم. سکه‌های طلا و نقره را به عنوان پول رسمی معرفی کردم تا مردم بتونند راحت‌تر خرید و فروش کنند و دارایی‌هایشان محفوظ بماند. با این کار، پایه‌های سیستم‌های مالی شکل گرفت و امروز در سراسر دنیا از آن استفاده می‌شود. تمام این اطلاعات از منابع تاریخی معتبر به دست آمده‌اند. تاریخ نویسان یونانی مثل هرودوت و زنوفن درباره نظام مالی امپراتوری من نوشتند و جزئیات زیادی درباره سکه‌ها، تجارت و امنیت پول مردم ثبت کردند. پس دفعه بعد که به بانک یا پول فکر می‌کنید، یادتون باشد که همه چیز از ایران باستان و دوران من آغاز شد. برای دیدن ویدیوهای بیشتر از شکوه تمدن ایران، سابسکرایب و لایک کنید.